کشلس جدید به خانواده کشلس های دیواری ما اضافه شد. این عرضش 35 سانته، این مدل عرضش 38 سانته، این مدل عرضش 40 سانته. یعنی هر فضایی شما داشته باشین ما براش دستگاه مناسب داریم. حالا بیاین تفاوت‌های اینا رو دونه به دونه توی اسلایدهای بعدی با هم بررسی کنیم. کشلس نوبا N70 عرضش 35 سانته، طولش 45 سانته. مانیتورش 12 اینچه، عددهای کیبوردش درشت و انگلیسی هن. پرینترش رول دستگاه کارتخوان رو میخوره و از جلوی دستگاه باز و بسته میشه. عمق این دستگاه هم 12 سانتی متره که بسیار ابعاد کوچولو و نقلی داره. کشلس T9 مانیتورش 15 اینچه، عرضش 38 سانت و طول 50 سانت داره. کیبوردش عدداش فارسی و درشته، کارت ریدرش به سمت عمودیه و این مدلم از جلو پرینترش رو میتونید باز و بسته کنید و رول کارتخوان بهش میخوره. مثل بقیه دستگاه ها عرض 12 سانت داره که بسیار ابعاد جمع و جور و مناسبی داره این مدل. کشلس T5 مانیتور 15 اینچ داره، عرضش 42 سانته، طولش 55 سانته. کیبورد فارسی کوچیکتری داره، کارت ریدرش عمودی انجام میشه، دوربین دستگاه این قسمته و پرینتر دستگاه باید حتما خود دستگاه باز بشه و از داخل رول کارتخوان داخلش قرار بگیره. عمق این دستگاه 14 سانتی متره، ابعاد بسیار مناسبی داره برای اینکه شما بتونید چه داخل مغازه چه بیرون از مغازه از این دستگاه استفاده کنید. تمام این مدل‌ها توی دفتر ما موجوده. میتونید تشریف بیارید از نزدیک ملاحظه کنید و حتی اینا رو اقساطی از همون بخرید. 2-3 ماه تا قبل از عید با همون تصفیهش کنید. اگر هم اطلاعات کامل‌ترش رو میخواین کلمه کشلس رو برامون کامنت کنید. هر 3 تاشون با قیمت مواردشون براتون ارسال میشه.